سلام علیکم دوست عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشید. در هر گوشه و کنار که هستید خوش و آرام باشید. شب و روز شما با خوبی و خوشی بگذرد و همیشه در پناه پروردگار باشید. دوست عزیز سلام علیکم، خدا کنه که جور صحتمند باشین. شب روزتان با خوشی و خوبی سپری شود و همیشه از دعای خانم صابره سادات فراموش نیستین و تشکری میکنم از تک تکتان، قربان تک تکتان که برای ما در واتساپ ما خیلی پیام گذاشته رفتین و برای ما خیلی زنگ زده رفتین و یعنی خیلی تسلیت برای ما گفته رفتین و دیونی دل مرا شاد ساخته رفتین که خانم سادات جگرخونی نکن، انشالله خوب میشه. و باش سراب جان سلام کی کنم دیگه سلام علیکم دوست عزیز، خیلی سلام در گوشه و کنار که هستین. دیگه خوش آمدین دیگه به برنامه در چینل جدید مانیم برای جان. دیگه هرچی بازم چینل مهاجانم که بود که برنامه انداختیم یک هایده میکرد نی، لیکن این چینل هم دوستا کدام تانوز مونتاژ سازگاری نشده. دیگه امشب به توکل برای پا خدا کنه اگه دوستا هم کاری کنه که می چینل هم زودتر سابسکرایب چیم پایان که بتونیم تا مدت زمانی که یوتیوب ما از درآمد بیه از می چی کنیم. خب دوستای عزیز، اولتر از همه که خب ما یعنی سپاسگزار همه گیتان هستم، تشکری از همه گیتان میکنم که برای من مستقیما زنگ زدین و یعنی دلداری داده رفتین که خانم سادات انشالله چینل پس دوباره بخیر جور میشه و همه گیتان یعنی غیر مسج سر مسج و ما بسیار خوش یعنی خوش چانس هستم که من شکر ات علاقمندایی دارم که برای من تسلی دل مرا تسلی میسازن و همیشه میگه کوش که خانم سادات هشت چشمایت نبیه گریان نکنیم که دین روز بعضی از فارکای ما ریانه جان هست فرانسه کتیم به تماس شد، فروزان جان شد، فرزانه جان شد، دیگه چیز مادر یوسف جان شد، دیگه فهیمه جان از پاکستان برکت ما به تماس شد. یعنی دوستا خیلی کسا برای من به واتساپ ما برای ما پیام مانده رفتن، دیگه نوید جان برای ما یعنی پیام ماند. یعنی من موبایل من نشانتان بدم که اینقدر علاقمنده و دوستا برای ما پیام ماندن و مرا دلداری داده رفتن که به ادب میزن و من دوستا به همین خوش هستم که شکر شما را دارم. و دوستا عزیز، با وجودی که من خود گفتم نه که اگر من مثلا دمی چینل سراب جان که برنامه سراب جان است، اگر من برنامه پرتم کدام هایده نمی کنم، اگر مثلا چینل ولاگ فامیلی خانم صابره ساداتم اگر برنامه پرتم هایده نمی کنم. مگم خوش دمی هستم دوست عزیز که بسیاری از کسا برای ما در واتساپ پیام دادن که بی جی صابره جان خدا یعنی از برنامه نمان، هم در چینل ولاگ فامیلی صابره سادات پرتو برنامه و هم در چینل سراب جان سادات پرتو برنامه و ما هم دوستای عزیز با وجودی که آید نمی کنم انشالله نظر شما را مشوره شما را با دو دیدن میپذیرم. دیگه برنامه های هم از چینل سراب جان میپرتم و از خواهش میکنم که چینل سراب سادات هم لایک کنین، شیر کنین، سابسکرایب کنین و همچنان هم در چینل خود میپرتم که میگه ناامید شیطان است. دیگه خدا مهربان است که پس به خیر به خوبی همون تای مرایل شود چینل ما دوباره به دست ما بیاید، چرا که من تشکری میکنم از این مسئول کسی که همین چینل ما به دستش است. دیگه نامش نمیگیرم، بسیار یک بچه بسیار خوب است که همیشه تا 2 بجه شب 3 بجه شب ما همراهش پیام دادیم، مسیج کردیم، گریه کردیم به خاطر چینلم و او خیلی همکاری کرده، گفته که بی صابره جان انشالله چینلت بخیر جور میشه. منتها خب چینل یک کس دیگه هم به نام چینل خود جور کرده که ما سر کس ادعا نکردیم دوستان، که ما مثلا ادعا کردم. من منتها قبلا هم گفتم حالا هم گفتم که چینلی که ما وقتی که چینل نداشتم به حساب شوهر فاطمه جان جور کرده، فاطمه جان جور کرد. ما تو که ادعای مستقیم کردیم که مثلا خدای ناخواسته شوهر فاطمه جان یا فاطمه جان چینل مرا خراب ساخته. نه دوستان، من فاطمه جان از حال نمیشناسم، فاطمه جان حین از دوران دختر خانگیش میشناسم و همی حامد بچه رام گفتی اگه تا که ما بچیم گفتیمش، ما کدام بدیش ازش ندیدیم.
یعنی به او خاطر خود چینل خود تو بخو میفهمین دوستا که همین تو چینل باشه حتما تو راگمک میشه. دوستان مثل که من براتون قصه کنم که در دورانی که یعنی پیش از که دوران حکومت بیایه ما چون کیس داشتیم، امو سرگروپ ما برای من زنگ زد گفت صابره سادات خودت هستی؟ گفتم بله آن خودم هستم. گفت شمسیه سادات خی کیست؟ گفتم شمسیه سادات هم هستم. گفت چرا خی؟ دو تا نام، هم صابره سادات هم شمسیه سادات. باز من برش گفتم که بهار جان چون سرگروپم بود، گفتم بهار جان صابره سادات خودم هستم که نام تذکره ایم است، شمسیه سادات نام فیلمیم است. مشکل حل شد دوستا. حالا من براتون میگم دوست عزیز که من یعنی سرکس ادعا نکردیم که مثلا من گفته باشم که فلانی نفر مثلا فاطمه شوهرش چینل مرا خراب کرده. اگر من ادعا کرده باشم اما ویدیوی مرا بکشید. من در برنامه قبلا هم گفتم، حالا هم گفتم که من پیش از که من چینل نداشتم، امرای فاطمه جان و آمد جان کار میکنم، چینل به نام من جور کرده بود، و برنامه های من انداخته میرفت و من برای آمد جان یه دفعه دیگه هم گفتم که آمد جان این چینل که به نام من جور کردی امیر بگردم به نام خود جور کن. خب که من چون به خاطر که دوستای عزیز چینل حامد جان و فاطمه جان از کابل مزدود است، در خارج همگی میبینن. من سرکس ادعای ندارم گفتی یگان تا من حامد جانم مثل بچه مورد دوست دارم، فاطمه جانم مثل دخترم مورد دوست دارم، چون ما مدت ها کار کردیم کتی فاطمه جان که تا خدا ببخشه مشعله که دم چینل مشعلشون ما کار میکردیم، در دختر خانه بود آقای فاطمه جان دیگه. دوستان اینا رو من براتون میگم که چینل به نام من جور کرد به او خاطر دیگه. اینا اینمی چینل توپ هم که هست خب شما معلوم است که راگمک شده که یعنی چینل چطور هم یایت میکنه هم یایت میکنه که کدامش از ماست. با اون خاطر به تعلیق افتاده. انشالله دعا میکنم که خداوند میگه حق بقدار میرسه. البته دوستان از قسم است اما خود مسئول چی رو کنیم مسئول چینل که پیش است گفت من زدم ولا که فامیلی صابره سادات گفت دو تا ما چینل گفت یک چینل خود هست گفت یک چینل مخنه که سابقه بوله ولاک زده. خود دوستای مثال بانشه میگیریم میگه برنامه خالا صابره و پسرش داواش خلاص تکمیل شد نی حساب برنامه میزنی او که ولاگ میزنی ولاگ علایده است. خاطر امی یوتیوب ایتر شک کردن که دمی سر این ولاگ صابره سادات کس اتو لوگوی کلان عکس مادرم است. خوب اگه متوجه باشین کالای پلنگی پوشیده. کالای پلنگی دوستاش اینی رقم است. اینی از دو خاطر یوتیوب شکه که تو یوتیوب بنام ولاگ فامیلی صابره سادات این کدام عظیمی است. شاید مثل که از ما توقیق افتاده شاید از اون توقیق افتاده به چینلشان تو ما سرکس ماجرا اداد نکرده که چینل ای خراب کردن نخیر این شاید کار پرجان کسی دان نکرده منطقه گفت که بنام مادر جانم چند سال پیش زمانی که چینل آغاز که ما یاد نداشتیم آغاز کردن بنام صابره سادات نشته کرده بود دیگه. حالا ما فعلا او چینل اگر کار دفاعیت نکرده باشه بازم اگر نامش تغییر داده باشه برنامه است، برنامه شد اما ولاگ زدگی است یوتیوب پشت اون موره گرفته. خب دوستایی رو براتون بگویم که مثلا ما براتون بازم میگم که ما سرکس ادعا نکردیم که ما ادعا کرده باشم و ایره ما به صراحت میگم براتون که مثلا ما وقتی که ما چینل نداشتم چینل جور نکرده بودم آمد شوهر فاطمه جان چینل به نام ما جور کرده به نام ما. ایره ما امو شوم که برای ما شوهر فاطمه جان زنگ زد برای ما گفت ما چون دوستا حال از گپ زدن آدم میترسه به خاطر که برنامه میگیرن گفت که خانم سادات مثلا ما چنل گفتم امو وقت برنامه جور نکرده بودی گفت ها جور کرده گفتم خلاص دیگه بس خب برنامه ما جور کرده بودی من خب کدام ادعای دروغی نکردیم دوستا و مثلا من نگفتیم که چینل مرا مثلا خدای نخواسته شوهر فاطمه خراب کنه نه می گپ نزدیم چون امی دو چینل به نام مست به اونو خاطر اینا رو امی یوتیوب هم مرم به تعلیق آورده اورم به تعلیق آورده. کاش که مثلا او اگه برنامه ما می بود دیگه برنامه ها رو انداخت چون برنامه های خود ما رو کپی کرده انداخته دیگه. خب خیر دوستای عزیز ایره براتون بازم میگم که بسیاری کسا قربان تک تکتان که در واتساپ برای ما پیام دادن که بی جی صابره
هر شو باید است در چینل خودم پرتی برنامه چرا که باز امی که تخیل بخیر جوش و کلش حساب میشه. خب دوستا اگه من که مثلا هر شو در چینل خود یعنی ولاگ فامیلی صابر سعادت اگه من برنامه انداخته نتونم انشالله یک شو بات میپرتم نی یک شو بات میپرتم به خاطر که من نمیخوایم که دوستا و علاقمندای من از دست بتم و دیگه نمیخوایم که گفتی یکی از علاقمندایم که گفت که اگه مثلا در چینلت برنامه نپرتی خدای نخواسته ویو چینلت پایان میاد و بازوقای بیخی دیگه در ضرب صفر میشه و من مجبور هستم که یک شو بعد در چینل ولاگ فامیلی صابر سعادت پرتم و همچنان در چینل سراب جان سعادت که انشالله تعالی که خیر بسیاری کسا که گفتن لینکش روان که ما لینکش به همگی روان کردیم و شما هم میتونید که از این طریق از کدام برنامه بود که گفت بگیری سراب جان دکریشن میگم که چی میگن اما بچه که مینوس جان گفت از اون طریق که کلیک کنین انشالله لینک چینل سراب جان سعادت هم میایه که خیر که برنامه دوستا حال ما براتون یک بزنم که دینشو فروزان جان خدا خیرش بده که تا وقتای شب که من هم صحبت شد گپ زد و خیلی گفت بی جی که دیگه گریان در چشمایت نبین و تو زن قویستی و باید سمت قوی پیش بید و من برشان گفتم من خودم گریه نمیکنم دلم گریه میکنم به خاطر که من امید من طرف امو خدا و همین چینلم بود دوستای عزیز و دوستا ایره براتون بگویم که من یعنی گفته بودم که آید چینلم که بیایه که خیر میرم سودا و یا میگیرم و چون آید چینل ما هم در این ماه خیلی کم آمد که به سراب جان معلوم است که سراب جان رفته بود گفته بود و خود مسئول چینلم که چینل ما پیش است میگفت که بی جی از توی تو شده که میگفت دتایی شده نیم بنندیت از خودت است و نیم بنندیت کسی که چینل به نام جور کرده بر از اون میره آید دنس شده گفت اینا رو خیر است گفت یک ماه دو ماه تو سختی رو بکش انشالله گفت پس گفت چینل برای خودت گفت میشه گفت به فایده خودت است و دوستای عزیز من هم ناگزیر دیگه گفته تا ما بسیاری کسایی که در کامنت ها نوشته کردن که مثلا خانم سعادت دی کدام چال دیگه تانست نه دوست ما چال مال نمیدانم و دست بر کس در آزام نکردیم و همیشه به خداوند پاکم دست دراز کردیم که ما به حساب گفتیم تو کدام چال مال و شما رو ملامت هم نمیکنم به خاطر که چال و فریب خیلی زیاد شده و با کلگی معلوم است کل ما نشان دادم نه که گفتم که چینل ما درآمد مونده و دوستا باور به خدا که اگه پول پیسه ندارم اعتبار دارم و یعنی امروز هم من رفتم که سراب جان باور به خدا که اینه من براتون بلا نشان میدم که من چقدر سودا رو رفتم قرض آوردم البته دوستان عزیز چون مایان چیلان نو کسته از 12 دقیقه زیاد چی قبول نمیکنن چرا؟ این برنامه رو زیادتره دیگه دوستان عزیز انشالله ما هستیم دیگه گپ میزنیم باز اینی چینل جدید ما فقط یار شما کمک کنید که همین سابسکرایب شه و انشالله تعالی باز جان دوستان عزیز از چینل که سراب سعادت و کمک شما به نمایش ما ضرورت داره چینل سراب سعادت لایک کنید شیر کنید سابسکرایب کنید که تا یک چینل ما خونه از بین رفت تا کجاش هم میرسیدات در بر میگیره همین چینل سراب سعادت شما بیننده باشید لایک شیر و سابسکرایب کنید و زنگوله را که فشار بدید تا یک چیز آوردی به ما بیایه. خب دوستا خیلی ما ایره یک برنامه دیگه میگیریم که براتون به ثبوت نشان میدم دیگه تا برنامه دیگه خدا نگهدار.